حدیثی که هم امام بخاری و هم امام مسلم رحمت الله علیه روایت کردند. حمران مولای حضرت عثمان داماد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر می‌دهد که روز حضرت عثمان ابن عفان، عثمان ذوالنورین، سیومین خلیفه راشد، شخصیتی که فرشته ها از او شرم می داشت و سیومین خلفای راشدین، دو دختری پیامبر صلی الله علیه و سلم نصیب او گشته بود و در بعض روایت ها آمده است که اگر 10 دختر می داشتم همه آن را به حضرت عثمان می دادم گفتند. و حضرت عثمان در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و در نزد صحابگان کرام و در نزد مسلمان ها مرتبه عالی دارند رضی الله عنه و ارضاه. دعا بإناء، حضرت یک ظرف را طلب کردند، گفتند ظرف بیارید که یعنی در آن آب طهارت باشد. فافرغ علی کفه، وقتی که در یک ظرف آب آوردن، آب طهارت، به دو کفشان آب گرفتند و دو کفشان را 3 مراتبه شستند. این صفت طهارت است برادرای عزیز. و سپس دست راستشان را به اینا، به آن ظرف در آوردند و مزمزه کردند، یعنی آب را در دهان گرفته حرکت کنانیده بیرون پرتافتند. و استنشق، به بینی آب کشیدن. ثم غسل وجهه 3، سپس رویهایشان را 3 مراتبه شستند و دستهایشان را تا آرنج 3 مراتبه شستند، یعنی همراهی آرنج. سپس به سرشان 1 مراتبه مسح کشیدند. سپس دو پایهایشان را 3 مراتبه همراهی شتالنگ، همراهی عاشقهای پا شستند. سپس گفتند که رأیت النبی صلی الله علیه و سلم یتوضأ نحو وضوء هذا، من دیدم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را که مثل همین طهارتی من طهارت کردم. ببینید این حدیث اصل است در صفت طهارت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. حدیث حضرت عثمان رضی الله عنه، حدیثی که متفق علیه است، هم بخاری هم مسلم روایت کردن، اصل در باب صفت طهارت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این برای طالب علم این حدیث مهم است. یعنی کسی که علم فقه میخواند، اصل در صفت طهارت پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث عثمان است. چه خیلی که اصل در صفت نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث مسیء الصلات میگن، آدمی که نماز بی‌زیب خواند، بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم که ارجع فصلی فانک لم تصلی، رو نماز گذار که تو نماز نگذاشتی. سپس برای او نماز رو تعلیم دادن. اون حدیث اصل است در صفت نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم. این حدیث اصل است در صفت طهارت پیامبر صلی الله علیه و سلم. یعنی در صفت طهارت پیامبر صلی الله علیه و سلم یکمین منبعی که ما بازگشت به سوی آن میکنیم این حدیث عثمان است. چون که گفتن که دیدم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را طهارت کردن مثل همین طهارتی که من حالا به شما کرده نشان دادم. سپس گفتن که من توضأ نحو وضوء هذا، کسی که اگر مثل من طهارت کند، گفتم پیامبر صلی الله علیه و سلم مثل من میخواد طهارت کند. شرط یکم. شرط دوم این است که ثم صلی رکعتین، سپس 2 رکعت نماز گذارد. در همین 2 رکعت نماز فکر و خیالش بیرون از نماز نشود، همراه خودش گپ نزند، نقشه نکشد در داخل نماز و خودش گپ نزند. غفر له ما تقدم من ذنبه، تمام گناهش بخشیده میشه. تصور کنید اگر شما بعد اینکه طهارت کرده شدید همین 2 رکعت نماز گذارید، تمام گناهایی که تا این دم کردید بخشیده میشد و این یک برد عظیم هست.